یکی از چرت و پرتایی که درباره فمینیست ها گفته میشه اینه که اونا همیشه حضور دارن ولی به محض اینکه جنگی تو کشور شروع بشه ناپدید میشن. تو این ویدیو میخوام درباره اینکه چرا این جمله مزخرف محض توضیح بدم. وقتی از حضور زنها توی جنگ صحبت میکنیم اکثرا فقط عکسای زنای سکسی جذاب با لباس نظامی یادشون میاد. دیگه به این فکر نمیکنن که سختیای جنگ برای زنها چند برابره. تازه بماند که یک مرد هم میتونه فمینیست باشه و توی جنگ هم حضور داشته باشه. بذارین از کشورهایی که سربازی زنها داخلش آزاده شروع کنیم. جریان اینه: یه مرد مسن مثل پوتین میاد جنگ را میندازه به خاطر عقاید شخصی خودش. بقیه مردهای جوان روسیه که طبیعتاً نباید از یه احمق اطاعت کنند وارد این جنگ میشن و جون خودشون و مردم یک کشور دیگر رو به خطر میندازن. بعد از زنها هم توقع دارن وارد این بازی احمقانه حمله به یک کشور دیگه و انجام جنایت بشن و میگن اگه حقوق برابر میخواین باید مثل ما یه کار احمقانه انجام بدید یا جنایت کنید. حالا همین پوتین خودش و بچه‌هاش بهترین زندگی رو دارن و عمرن توی جنگ حاضر نمیشن. از زمان شروع درگیری‌ها توی شرق اوکراین تو سال 2014 زنان تو نیروهای مسلح حضور داشتن. آمار زنان اوکراینی که برای خدمت علیه روسیه ثبت نام کردن رو به رشده. تو مرداد ماه 5000 نفر از سربازای خط مقدم جبهه خانم بودن. 42000 زن هم توی ارتش اوکراین بودن از اردیبهشت که درصد قابل توجهیه. 60000 زن هم از اول بودن تا آخر سال 2022. دولت اوکراین به 350 زن اوکراینی ارتشش نشان اعطا کرده و 2 نفر از اونا بالاترین عنوان قهرمان اوکراین رو دریافت کردن بعد از شهادتشون. ایرینا ورشچوک، معاون نخست وزیر، درباره اسارت سربازای زن اوکراینی توسط روس‌ها گفت: با سربازهای زن به طرز فجیعی برخورد میشه. سر زنها رو میتراشن و تحقیرشون میکنن، برهنه‌شون میکنن، کتکشون میزنن، با شوک الکتریکی و گرسنگی دادن هم اونا رو شکنجه میدن. جدای از تهدیدهای کلامی مثل تهدید به زنده سوزوندن، آزار جنسی و تجاوز رو هم بهشون اضافه کنید. نکته بسیار وحشتناک اینه که تجاوز به سربازای زن نه تنها توسط دشمن بلکه توسط خودی‌ها هم انجام میشه. صحبت از خودی‌ها شد، بذارید از تبعیض علیه زن‌های سرباز بگم. اوژینا امرالد که قبلا تو کار جواهرات بوده و یه بچه هم داره، تک‌تیرانداز خط مقدمه توی جبهه. اون تعریف میکنه که وقتی زن‌ها وارد فضای نظامی میشن مجبور میشن توی یه جنگ داخلی هم علیه تبعیض شرکت کنن. اون میگه وقتی وارد نیروی ویژه شدم یکی از همرزمای آقا اومد و بهم گفت اینجا چی کار میکنی دختر؟ برو سوپتو درست کن. اوژینا وولیکا، یکی دیگه از زنانی که به ارتش ملحق شده بود، این تبعیض علیه خانوما تو فضای نظامی رو تایید میکنه و میگه یه دیدگاهی بین مردم باب شده که فکر میکنن زنی که اومده تو ارتش دنبال شوهره. بله، فکر کن به خاطر پیدا کردن شوهر بیای مجروح بشی، شکنجه بشی، کشته بشی. یعنی در این حد خانوما برای پیدا کردن شوهر میخوان خودشونو به آب و آتیش بزنن. تازه ابعاد خشونتی که خودی‌ها روی زنها توی ارتش اعمال میکنن هنوز مشخص نیست، چون همه زنها حاضر نیستن افشاگری کنن. در نتیجه فقط تعداد خیلی کمی پرونده تشکیل میشه. تو ارتش اوکراین زنها لباس نظامی مناسب سایز خودشونو ندارن. عملاً مجبورن یونیفرم و لباس زیر گل و گشاد و کفش بزرگ و جلیقه ضد گلوله مناسب مردا رو بپوشن. حتی معاون وزیر دفاع اوکراین هانا مالیار لباس فرمش مردونه بود و مجبور شده بده به خیاط تا سایزش رو درست کنه براش. برای همین زنی به نام آندریا یه مؤسسه خیریه به نام وترنکا جنبش زنان کهنه سرباز اوکراین تأسیس کرده تا برای حقوق برابر زنان نظامی و اصلاح قوانین ارتش اوکراین مبارزه کنه. حالا کم کم اوکراین داره متوجه میشه که برای افزایش حضور زنان تو ارتش باید حقوق برابر رو توی ارتش برقرار کنه و داره لباس فرم برای زنای اوکراینی نظامی طراحی میکنه. روسیه. مارگاریتا یه پزشک نظامی روس توی جنگ روسیه و اوکراین بوده. نه فقط به خاطر وقایع جنگی بلکه به خاطر چیزایی که از طرف خودی‌ها تجربه کرده مجبور شده به روانپزشک مراجعه کنه و تحت درمان باشه. اون توضیح میده که آزارهای جنسی شدیدی رو تجربه کرده، شاهد جنایات و حملات دیگه‌ای علیه زنان نظامی توسط خودی‌ها بوده.
مارگاریتا میگه که به محض اینکه وارد منطقه نظامی شده، یه سرهنگ مرد دستور داده که برای کارهای دفتر مرکزیش آماده بشه. که منظور آقا از این حرف این بوده که به اصطلاح همسر میدانی ایشون بشه این خانم. همسر میدانی یعنی چی؟ یعنی به شور و بساب و بپز و ارائه خدمات جنسی برای سرهنگ. در واقع کلمه همسر میدانی چیزیه که اونقدر بابه که همه میدونستن اونجا این قضیه رو. مارگاریتا تا جایی که ممکنه مقاومت میکنه. بعد از 1 ماه فشار از طرف سرهنگ، ایشون دستور میده که زندگی مارگاریتا رو جهنم کنن. برای 1 ماه تمام مارگاریتا مجبور بوده به دستور سرهنگ توی فضای بیرون و روی زمین بخوابه، در صورت که بقیه داخل بودن. بعد هم عمدن فرستاده میشه به خطرناکترین نقطه جبهه که عملاً جونش کف دستش بوده. تازه این قضیه فقط از طرف یه سرهنگ نبوده و بقیه آقایون با سمت‌های دیگه هم دنبال این بودن که زنای دیگر رو همسر میدانی خودشون کنن و این فشار و زور کاملا جدی و خطرناک بوده. مارگاریتا با چشمای خودش دیده که یکی از افسرهای مرد سر همین مسئله و مخالفت زن به یه سرباز خانوم شلیک میکنه و شدیداً مجروحش میکنه و بعدم این جراحت رو میندازه گردن سربازای اوکراینی. زن بدبخت هم فلج میشه و مجبور میشه 5 بار عمل جراحی کنه. یه عمل جراحی دیگه‌ش هم در پیشه. نکته بدتر اینه که این همسر میدانی از جنگ جهانی دوم وجود داشته و چیز جدیدی نیست. علاوه بر اون یه سری افسر هم هستن که به زنها میگن در ازای ترفیع باید باهاشون بخوابن یا پول بدن. در واقع تو ارتش روسیه همه چی خرید و فروش میشه، حتی زن. گاهی این در حد پیشنهادم نیست و تبدیل به اخاذی میشه عملا. مارگاریتا میگه که به هیچ زنی پیشنهاد نمیکنه که وارد مشاغل نظامی بشه، چون توی جنگ زنها رو عملا به چشم کارگر جنسی خودشون میبینن. ماکسیم آرزامسف، پروفسور دانشگاه سن پترزبورگ، توی تحقیقاتی که داشته درباره آزار جنسی تو محل کار فهمیده که 1/4 تمام زنان ارتش روسیه نوعی از آزار جنسی رو تجربه کردن که شامل تجاوز هم میشه. امریکا. یه نظرسنجی بین نیروهای عملیات ویژه امریکا تو سال 2015 انجام شد که نظرشون رو درباره حضور زنان تو مشاغل خطرناک کماندویی پرسیدن. اکثریت نظامی‌ها که آقا هم بودن مخالفت شدیدی داشتن. مردان دوست دارن مشاغل نظامی رو فقط برای خودشون نگه دارن و زنان واردش نشن. یه گزارش دیگه که جدیداً منتشر شده نشون میده که زنان سرباز آمریکایی هم مثل بقیه جاهای دنیا با مشکل تبعیض جنسیتی و نبود تجهیزات مناسب و مراقبت‌های بهداشتی روبرو هستن. یه مشکل دیگه‌ای که وجود داره اینه که به زنان نظامی ترفیع داده نمیشه و توی سمت‌های سطح پایین هی جابجاشون میکنن و همون ترفیع رو به یه مردی میدن که صلاحیت کمتری نسبت به اون خانم داره. در واقع یه زن سرباز مجبور چندین برابر یه مرد سرباز زحمت بکشه و این قضیه هم هیچ ربطی به قدرت بدنی نداره. فکر نکنین صرفاً قدرت بدنی برای همه سمت‌های نظامی لازمه. ما سمت‌های مختلف داریم توی ارتش. بعضی از آقایون ارتشی معتقدن که زنایی که وارد ارتش میشن اصلا اهداف شغلی ندارن، صرفاً هدفشون یا پیدا کردن شوهره یا جلب توجه. در کنار این کیرشرها اگه یه زن نظامی باشی و آزار جنسیت بدن، اعتراض هم بکنی، جوابی که بهت میدن اینه: کرم از خود درخته، یا اگه میخوای دووم بیاری اینجا باید پوست کلوف باشی. یعنی عملاً باید لال بشی در برابر آزار جنسی و بذاری هر کاری دلشون خواست باهات بکنن. اسرائیل طبق قانونش سربازی رو هم برای زنها هم برای مردا اجباری کرده از سال 1948. تو سال 2018 حدود 10,000 زن توی ارتش اسرائیل خدمت دائمی داشتن. یه چیزی که زیاد دیدم اسرائیلی‌ها تبلیغ میکنن تاکید روی زیبایی سربازای زنشونه که به نظرم یه جورایی استفاده ابزاری از زنهاست. البته اسرائیل هم از اول اجازه نداده بود که زنها توی همه سمت‌های نظامی حضور داشته باشن. اوایل فقط سمت‌های خاص مثل سمت‌های اداری، پرستاری و آموزش رو توی ارتش به زنان میدادن. نقشای جدیدتر تو سال 1973 برای زنان اسرائیلی آنلاک شد که تازه اونم فقط به خاطر این بود که بتونن از مردا هم خارج از جنگ استفاده کنن. یعنی عملاً یه چیزی مثل بازیکن ذخیره بودن زنان اون موقع.
تا اینکه بالاخره تو سال 1995 دیوان عالی دادگستری اسرائیل حکم داد که زنان از حق برابری تو خدمت سربازی چه به صورت رسمی چه میدانی برخوردارن. که تازه اونم آقایون نبودن که بیان بگن خب امروز پاشیم بریم یه حکم برای حقوق زنان تصویب کنیم. نه، یه زن به نام آلیس میلر درخواست داد به دیوان عالی دادگستری که ارتش به خاطر زن بودنش بهش اجازه نداده وارد شغل خلبانی بشه و بعد از تلاش این خانم بود که انحصار مردونه ارتش اسرائیل تغییر کرد. کمی تا حدودی البته، نه کاملا. پس اینجوری نبوده که زنها فرار کنن از جنگ. این خود زنها بودن که تلاش کردن توی ارتش و جبهه هم حقوق برابر رو اجرا کنن و بتونن وارد ارتش بشن. هرچند که اجباری بودن سربازی واسه همه جنسیت‌ها مورد انتقاد توی اسرائیل، اما زنها بیشترین آسیب رو می‌بینن از این اجبار. 1/3 سربازای زن در طول خدمت سربازی اجباری توی اسرائیل مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرن. علاوه بر اون، مذهبیون افراطی یهودی مخالف حضور زنان توی همه سمت‌های نظامی هستن. یعنی میگن صرفاً باید توی همون سمت‌های پرستاری و اداری حضور داشته باشن، نه همه نقش‌های نظامی. خاخام‌ها عملاً به شاگرداشون ممکنه بگن که واحدهای نظامی که زنها توش حضور دارن رو تحریم کنین. جالبه که بدون این زنان انگلیس از سال 2018 که بهشون حق ورود به تمام مشاغل نظامی داده شده. تو امریکا این اتفاق تو سال 2016 افتاد. خود آقایون اجازه نمیدن زنها وارد مشاغل نظامی بشن و عملاً راه کسب درآمد توی یکی از حوزه‌ها رو برای زنان میبندن، ولی از اون طرف میان میگن که آره زنها خودشون فرار کردن از جنگ و نمیخوان وارد جنگ بشن. علاوه بر اون، واحد پزشکی ارتش محدودیت‌های فیزیولوژیکی بالایی رو برای پیوستن زنان به ارتش تعیین کرده. این محدودیت‌ها توسط زنان وضع نشده. چیزایی مثل توده عضلانی، استخوان‌ها، چربی بدن، توانایی هوازی، تحمل وزن تجهیزات نظامی از محدودیت‌ها هستند. یه مثالش هم قده. توی یکی از سمت‌ها زنان باید حداقل 166 سانت قد و 78 کیلو وزن داشته باشن. خب معلومه عملاً خیلی از زن‌هایی که بخوان وارد اون سمت نظامی بشن حذف میشن و مردها جاشونو میگیرن. با توجه به تمام سختی‌هایی که گفتم، همچنان زنان وارد جنگ و ارتش میشن. تازه به نظر من همینم نشون دهنده شجاعتشونه، وگرنه خود آقایون آیا حاضرن وارد جایی بشن که امکان تجاوز بهشون وجود داره؟ نه. اگه به خود مردها هم قدرت انتخاب میدادن، اکثرشون وارد جنگایی که 4 تا مرد مسن سر منافعشون راه انداختن نمیشدن. پس چرا از زنها انتظار دارن که اونا بشن؟ علاوه بر اون، زمانی که اوضاع خیلی وخیم بشه و نیرو کم بیاد، عملاً زنها رو به زور هم که شده وارد جنگ میکنن. نه فقط زنها، حتی کودکان. توی کشورهای خاورمیانه حالا این شاید برعکس باشه و اول پسرای نوجوان رو بفرستن، همونطور که توی جنگ ایران و عراق فرستادن. ولی این به خاطر لطف به زنها تو خاورمیانه نیست. عاشق چشم و ابروی زنها نیستن. صرفاً به خاطر اینه که زنها رو ضعیف میدونن که وارد جنگ نمیکنن. یعنی ضعیفتر از یه پسر 16 ساله. حالا این وسط من یه سوالی از افرادی دارم که این چرت و پرت رو درباره فمینیست ها مطرح کردن. اونم اینه که خود مردها که در طول تاریخ بالاترین جمعیت سربازها رو تشکیل دادن، برای چی توی جنگ‌های کشورگشایی شرکت کردن؟ جز این بوده که میخواستن منابع کشورهای دیگر رو غارت کنن؟ جز اینه که بهشون وعده تجاوز به زنها و کودکان داده شده و اونا هم این وعده رو قبول کردن؟ جز اینه که برای به اسارت گرفتن یک سری برده حمله کردن به یک کشور و مرد و زن و کودک رو نوکر و کلفت خودشون کردن؟ برای چی توی این جنگ ها شرکت کردن؟ این آقایون اصلا این انتقادا رو به جنسیت خودشون وارد نمی کنن. بعد توقع دارن که خانم ها بیان توی این فاجعه‌ای که خود مردها ایجادش کردن شرکت کنن. تناقضی که توی حرفای مخالفین فمینیسم وجود داره خیلی جالبه. از یه طرف میگن زنها توان جسمیشون کمتر از مردهاست، پس نباید توی فوتبال دستمزد برابر بگیرن. از طرف دیگه میگن زنها چیشون از مردها کمتره که جبهه نمیرن. موقع دریافت دستمزد برابر میگن زنها ضعیفترن و موقع کشته شدن میگن که زن و مرد برابرن.
بعد وقتی هم از شرکت کردن زنها تو جنگ صحبت میکنن، منظورشون فقط و فقط حضور تو خط مقدم و مقابل گلوله است. اصلا هیچ حرفی از سایر سمت‌ها مثل خلبانی یا سمت‌های رده بالا نمیزنن. این آقایون اینطور فکر میکنن که آره، زنایی که وارد جنگ نشدن همینجور نشستن در امنیت کامل دارن زندگیشونو میکنن، در صورتی که اینطور نیست. اگه اون کشور موشک نخوره روی مردمش، شانس بیاره، مغلوب جنگ نباشه، جون سالم به در میبرن زنهاش. اما اگه مغلوب جنگ بشه، از زن تا بچه از سن 5 تا 70 سال بهشون تجاوز میشه. این اتفاقیه که در طول تاریخ افتاده، از مغول‌ها بگیر تا جنگ جهانی دوم، که کشوری که فتح کردن رو به کوچیک و بزرگشون رحم نکردن، به تک تکشون تجاوز کردن. تجاوزهای چند نفره و تجاوزهایی که منجر به مرگ شده. دلیل اینکه وقتی جنگ پیش میاد کودکان و زنان پناهنده میشن به کشورهای دیگه همینه. شما میخوای بشینن توی همون کشور، موشک بیفته رو سرشون و بهشون تجاوز بشه؟ آیا برای خانواده خودت همچین چیزی میخوای؟ قطعا نه. خانم امرالد که گفتم تک تیرانداز ارتش اوکراین، یک جمله قشنگ گفته، اونم اینه که با وجود تمام مشکلات حضور زنان تو ارتش، جنگ جنسیت نداره. برای جنگ مهم نیست که تو زنی یا مرد. وقتی یه موشک میخوره به یه خونه، همه میمیرن، زن، مرد و بچه، همه.